درود. الان نزدیک به 10 روزه که تو تمام شهرها دارن شاهزاده رضا پهلوی صدا میزنن، دارن میگن شاهزاده کجایی، به داد ما بیایی، یا رضا شاه روحت شاد، یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. توی اعتراضات دیگه توی دیماه 96، آبان 98 و سر جریان مهسا بچهای پادشاهی خواه بودن، همین شعار رو میدادن، منتها بقیه نادیده میگرفتن. تمام اینا رو به نام خودشون مصادره میکردن، کردن جنبش زن زندگی آزادی، در صورتی که توی اون جنبش ها مجیدرضا رهنوردا بودن، پویا بختیاری ها بودن، ولی ماها رو همه اینا نادیده گرفتن. اگر اینا جای ما بودن الان یه همچین جمعیتی میامد برای اینو شعار میداد، ماها رو له میکردن، اصلا ماها رو نادیده میگرفتن. خیلی باید حواسمون باشه دوباره این انقلاب به نام خودشون مصادره نکنن. الان بعد از 10 روز خیلی هاشون سر کله‌شون پیدا شده، کسایی که به شاهزاده رضا پهلوی تهمت میزدن، میگفتن میخواد با قدرت خارجی برگرده سر کار، چون دیدن ماچادو نرفتش توی ونزوئلا، همه دارن خودشون نشون میدن تا اینکه بلکه اگر 2 روز آینده حکومت برگشت، حکومت خارجی اینا رو بیاره سر کار. الان ما فقط یک انقلاب داریم، اونم انقلاب ملی بازگشت به پهلوی هست. حواستون باشه این انقلاب مصادره نشه. درسته بازاریا فردا گفتن قیام کرامت و نان، میدونم خیلی قابل پذیرشه که شاید نمیخوان ریسک کنن، ولی مواظب باشید دوباره روی این انقلاب یک اسم دیگه نذارن، جاوید شاه.